сураи Саф дар Мадина нозил шуд 14 оят аст. بسم الله الرحمن الرحیم. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. خدا را تسبیح گویند هر چی در آسمانها و در زمین است و اوست پیروزمند و حکیم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنهای میگویید که اجرا نمیکنید؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله سخت به خشم می آید که چیزی را بگوید و به جای نیاورید. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هر آینه الله دوست دارد کسانی که در راه او می جنگند صف کشیده مانند دیواری که خشتهایشان را با هم پیوند داده باشند. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ والله لا يهدي القوم الفاسقين. و موسی به قوم خود گفت ای قوم من چرا مرا می آزارید حال آن که می دانید که هر آینه من پیغمبر خدا بر شما هستم. چون از حق روی گردانیدند خدا نیز دلهایشان را از حق بگردانید و الله مردمی نافرمان را هدایت نمی کند. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. و عیسی بن مریم گفت ای بنی اسرائیل هر آینه من پیغمبر خدا بر شما هستم. تورات را که پیش از من بوده است تصدیق میکنم و به پیامبری که بعد از من می آید و نامش احمد است خوش خبرتان می دهم. چون آن پیغمبر با آیات روشن خود آمد گفتند این جادوی است آشکار. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. کیست ستمکارتر از آن کس که به الله دروغ می‌بندد در حالی که او را به اسلام دعوت می‌کنند و الله ستمکاران را هدایت نمی‌کند.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. میخواهند نور الله را به دندانهایشان خاموش کنند، ولی پروردگار کامل کننده نور خویش است، اگرچه کافران را ناخوش آید. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. است آن الله که پیغمبر خود را همراه با هدایت و دین راستین بفرستاد تا او را بر همه دین ها پیروز گرداند، هرچند مشرکان را ناخوش آید. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارت که از عذاب دردآور رهاییتان دهد راه بنمایم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه الله با مال و جان خویش جهاد کنید، این برای شما بهتر است اگر دانا باشد. یغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم. گناهان شما را می آمرزد و به بهشت هایی که در درونش نهرها جاری است و نیز خانه های خوش و پاکیزه و در بهشت های جاویدان داخل می کند. این پیروزی بزرگ است. و اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین. و نعمت دیگر که دوستش می دارد نصرت است از جانب خداوند و به پیروزی نزدیک فتح مکه مؤمنان را خبر خوش ده. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، یاوران الله باشد، همچنان که عیسی ابن مریم به حواریان یعنی یاوران گفت
چی کسان یاوران من در راه الله‌اند؟ حواریان گفتند ما یاوران خدا هستیم. پس گروه از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروه کافر شدند. ما کسانی را که ایمان آورده بودند بر ضد دشمنانشان مدد کردیم تا پیروز شدند.